خیرالله نصرالدینوف مکانی را نشان می‌دهد که می‌خواهد در آنجا برای کارجویان خوابگاه بنیاد کند. در این قسمت دوشنبه به طور خودجوش مردیکار بازار کلان تشکیل شده است. طرح بنیاد خوابگاه الکی آماده و باید از 2 آشیانه عبارت باشد. در قبط یکم مردیکاران کارفرمایان را منتظر می‌شوند، در آشیانه دوم می‌توانند بی پول شستشو و برای خود جای خواب پیدا کنند. خیرالله زمان آن در فکری بنیاد خوابگاه برای مردیکاران افتاد که در روز برفی از این بازار می‌گذشت. برای اینجا رو ساختن با من یگان حجت صاحب ملکی لازم نیست. مثلا وقتی که ساختمش میتونن که در همین بالانس همین رایون بستنم، مثلا من زید نیستم. برای خیرالله این اولین لایحه اجتماعی نیست. سال گذشته او در زادگاهش کولاب در اختیار افراد بی سرپناه منزلش را گذاشت. اینچنین برای آنهایی که امکان اجاره مهمانخانه را ندارند وگانی را درست کرد. ویدیو کرده پرتافتم کمی در شهر کولاب بخونه یا که مثلا یگان زنهایی که در زیر فشار اویلوی قرار دارن، عموما مردها یا آدمایی که در بخونه هستند بیان در همینجا جای خوبی رایگان خواب کنن. از ما هیچ چیز نمیره، یگان جای خونه کم هم نمیشود. در پایتخت تاجیکستان 4 بازار خودجوش تشکیل شده است که در آنها اکثرا افراد جویای کار از تمام گوشه و کنار کشور جمع می‌آیند. مردیکاران اساساً برای مدت کوتاه به حساب میانه برای 1 و یا 2 شبانه روز کرا کرده می‌شوند. مبلغ درآمد در یک روز تقریباً از 45 تا 50 سامانی را تشکیل می‌دهد. با وجود چنین حق مزد کم نیز پیدا کردن مشغولیت نه به همه کارجویان دست می‌دهد. بعضی از آنها روزها منتظر کارفرما میمانند. ورون میستیم جدا میستیم تعیین نویسوده میستیم کو وقتی نم برده همیست آخرش میستیم خیلی زور اومد کار میکنیم سه آدمو گلاک دور آخرش سه گلاک شور گلاک نون میگه خیلی کار نیست یعنی ورون برف داخل خشک میبی خشک نتا نمیبیم خونه دم میشنیم بو های برف ورون داخل است میای رزق مقصد نویای فرخور اینجا یکم روز برو میموری کار نیفتی. یگان جای شیش نداریم تای برف بارونده نمیخواد که گاه زانتیقتی گاه بزانتیق گاه تر گاه گشنه گاه تشنه نمیخواد. این گونه بازار کار تقریبا در هر شهر تاجیکستان وجود دارد. سال گذشته وزارت مهنت تاجیکستان مسئله بنیاد سرایهای مخصوص و نصب کردن نشستگاه‌ها را برای کارجویان به میان گذاشته بود، ولی این پیشنهاد در حال به گوش فراموشی رفته بود. عملاً خیرالله نصرالدینوف از نخستین نفری است که دست به کار می شود و از مقامات درخواست نمود که برای بنیاد خوابگاه برایش جای جدا کنند.